سلام دوستای عزیز، امید خوب صحتمند و سر حال باشین. در این ویدیو دوستای عزیز یک چالش 31 روزه را آغاز میکنیم. و همین فعلا که شما ویدیو را میبینین ساعت 10 شب است و اولین تاسک یا اولین کاری که برای فردا ما داریم این است که ساعت 4 صبح بیدار شیم. در 31 روز هر روز ما براتون ویدیو میگیریم از تمام کارهایی که انجام میدیم و بعد از 31 روز یک آنالیز کلی میکنیم که ما در 31 روز گذشته چی کار انجام دادیم و میبینیم که آیا ما به نتیجه رسیدیم، کدام عادت خوب ایجاد کردیم و کدام عادت بد ترک کردیم. پس این چالش تا آخرش بیننده باشین. و اولین چالشی که به فردا داریم گفتیم می است که 4 صبح باید بیدار شیم. پس مستقیما میریم دیگه امشب خواب میشیم که صبح بیدار شویم. بچه‌ها امید جور صحتمند و سر حال باشین. امروز روز اول چالش از صبحتان بخیر. طبقی که براتون گفته بودم ما بعضی تاسک‌ها و کارها برای انجام دادن داریم که هر یک انجام میدیم و براتون ویدیو میگیرم. این اولین تاسک است که بیدار شدن ساعت 4 صبح است. ما حالا ساعتم براتون نشان میدم، حدود ساعت 4 است و میریم اولین تاسک خود که بیدار شدن ساعت 4 صبح بود او را ما تیک مارک میزنیم و در پهلوی از این خواب خودم ما اونجا پر میکنیم که چند ساعت خوابیدیم و میریم سراغ تاسک بعدی. نه بچه ها طوری که براتون گفته بودم اینجا خواب بود، دیروز هم براتون تشریح دادم ما حدود 5 ساعت خوابیدیم. میریم مالی القا را ما چی میکنیم؟ پر میکنیم. میام از خواب بچه ها اینو 5 ساعت پوره کردیم باید 8 ساعت میخوابیدیم اصلا که ما متاسفانه 5 ساعت خوابیدیم. دست که بعدی که اینجا داریم خواندن قرآن کریم است ولی قبل از باید نماز صبح خود ادا کنیم. پس میریم نماز خدا میخوانیم. دست که بعدی ما خواندن نماز بود که ما نماز ادا کردیم، خدا قبول کنه. میریم به سراغ دست که بعدی. دست که بعدی ما طوری که اینجا تصویر میبینین خواندن قرآن کریم و تفسیر قرآن کریم است. میریم قرآن کریم میخوانیم، تفسیر شریف هم میخوانیم و بعد از اون میاییم و اینجا تیک میزنیم و براتون میگیم که دست که بعدی چی است. اینجا یک چند صفحه از آیات کلام الله مجید تلاوت کردم چون اوایل صبح است، خیلی آرامش بخش است. بعد از تلاوت تفسیر نور فروزان باز کردم و یک چند از آیات کلام الله مجید در اینجا تفسیر کردم. شما هم پیشنهاد میکنم برین تفسیر و تلاوت قرآن کریم هر روز، حتی اگر 10 دقیقه انجام بدین، بلکه از عادتهای کوچکی شکل میگیرن که هیچ کس حتی خودمون هم متوجهشون نمیشیم. اینجا رفتم یک ویدیو رو من حیث روانشناسی و مدیتیشن باز کردم. دکتر انوشرم از ویدیوش دوست دارم. این ویدیو رو مدت 16 دقیقه نگاه کردم و خیلی یک ویدیو عالی بود و شما هم پیشنهاد میکنم. و تاسک بعدی ما که دوستای از خواندن کتاب اثر مرکب بود، آمدم کتاب اثر مرکب یک چند صفحه ازش باقی مانده بود تمامش کردم و واقعا کتاب خیلی عالی و موثری است، بر شما پیشنهاد میکنم. تاسک بعدی ما ساختن یک دیزاین بود که سایز 19 2080 رزولوشن 300 انتخاب کردم، رنگ بک‌گراند سیاه گرفتم و سفر ایجاد کردم و این هم از نتیجه کار ما. این تامنیل برای ویدیوهای بعدی ان شاء الله ما در صفحه آپلود میکنم و شما این ویدیو رو بیننده باشین. این تامنیل هم و دیزاینش هم انجام دادیم. بچه‌ها دوری که براتون گفتم بیدار شدن 4 صبح ما انجام دادیم خواندن قرآن کریم، تفسیر شریف، یادگیری علوم دینی، دیزاین یک تامنیل، مدیتیشن، روانشناسی و خواندن کتاب اثر مرکب. اینا رو ما تمام شه انجام دادیم و در این قسمت هم که شما ببینید خواب خدا و وقت نماز صبح خدا ما اینجا پر کردیم. این از تاسکای فعلی بود. بعد از آماده شدن برای مکتب و رفتن طرف مکتب است. میریم آماده میشیم و طرف مکتب میریم و بعد از اینکه از مکتب آمدیم دوباره ادامه چالش براتون ویدیو میگیرم. اینجا تاسک آماده شدن مکتب و رفتن طرف مکتب هم انجام دادیم. آماده شده بودیم و رفتم طرف مکتب. تاسکا تمامش تا فعلا انجام شده که آمادگی به مکتب بود و رفتن طرف مکتب. کارا رو ما انجام دادیم. میریم طرف تاسک بعدی. تاسک بعدی ما گرفتن دوش آب سرد است و بعد از اون میریم طرف نماز ظهر بخیر و منتظر تاسکای بعدی هم باشیم. و تاسک بعدی ما هم دوش آب سرد بود که اینجا انجام شد. اینجا حرکت کردیم طرف نماز ظهر بخیر. مسیر راه مسجد بود. اینجا آمدیم بخیر داخل مسجد شدیم، یا از فضای مسجد داخل شدیم و نماز ظهر خدا ادا کردیم. خداوند قبول کنه. و اینجا پس از مسجد بیرون شدیم و به طرف کورس روان شدیم. اینجا داخل کورس شدیم و رفتیم به طبقه بالا و درس خدا آغاز کردیم. ساعت 6 عصر است. ما تمام تاسکایی که مربوط امروز می شده تا فعلا انجام دادیم. ما رفتم به طرف کورس آماده کنکور، اونجا درس و اینا رو هم تمام کردم. بعد از اومدم یکی 2 ساعت با رفیقا نشستیم و صحبت کردیم در مورد
کارهای روزانه و اینا. و بعد از او آمدم به خانه و نماز عصر ادا کردم، خدا قبول کنه. حالا هم اینجا آمدیم و تا نماز شام یک وقفه کوتاه نیست تفریح ما داریم و خواستم از این تفریح استفاده کرده و در فضای باز بیایم و براتون نشان میدم. بعد از این تاسک بچه‌ها تاسک بعدی ما که هست نماز شام است. نماز شام که ادا کردیم، بعد از ان شاء یک ویدیو جدیدم بر شما میگیرم. تمام تاسک‌ها رو تا فعلا انجام دادیم. تاسک ما بود که بریم نماز شام بخوانیم که الحمدلله نماز شام ادا کردیم، خدا قبول کنه. میریم بعضی تاسک‌های دیگه که باقی مونده اونا رو امشب انجام میدیم تا چالش روز اول تمام شه و بریم روز دوم. و این تاسکایی که باقی مونده یکی از اونها خواندن نماز خفتن هست و قبل از او باید ما بریم بعضی ویدیوهای ما که هنوز ادیت نشده را بریم ادیت کنیم. و بعد از او هم یک صحبتی با تیم ما داریم که بعضی از دوستا هستیم در واتساپ، ما هر شب نیم ساعت الی یک ساعت صحبت میکنیم، با اونام صحبت میکنیم و راست ساعت 10 هم باید بخوابیم. این تاسکای باقی مانده است، پس بیننده باشین تا این تاسکا رو هم انجام بدیم. سلام بچه‌ها، تمام کارهای خود امروز انجام دادیم، از بیدار شدن 4 صبح گرفته تا تمام کارهایی که اینجا شما در تصویر میبینین الا خوابیدن ساعت 10 شب است که هنوز تیک نزدیم چون هنوز 10 شب نشده و ما هنوز نخوابیدیم. و این قسمت هم از خوردن صبحانه و نان چاشت و نان شام و کمترین خوردن چای بوده امروز که 2 پیاله بوده و 3 لیتر آب هم امروز ما نوشیدیم. یعنی مجموعی کارها ما 22 کار امروز برای انجام دادن داشتیم دوستا. پس works to do یعنی چند کار برای انجام دادن بوده؟ 22 کار برای انجام دادن بوده. works در دو چند تاش انجام شده که موفقانه ما 22 دانه زیر ما امروز انجام دادیم، یعنی تاریخ اول سرطان روز دوشنبه تمام کارهای خود انجام دادیم. و این قسمت هم اگر شما بیاین وقت نماز ما هم سبز است، استفاده موبایل ما حدود 3 ساعت است، 3 خانه یعنی 3 ساعت و خواب ما هم که است حدود 5 ساعت بوده. و این قسمت هم اگر شما بیاین ببینیم مینیمم مانی اسپندینگ یعنی پایین حد مصرف پول بوده که این سبز است، یعنی ما امروز پول مصرف زیاد نکردیم. مینیمم فان یوزینگ بوده که یعنی پایین استفاده موبایل گیرم سبز است چون امروز کم استفاده کردیم. all 5 time praise every day یعنی 5 وقت نماز بوده که گیرم سبز کردیم چون امروز 5 وقت نماز الحمدلله خواندیم. waking up 4 am every day یعنی 4 صبح امروز ما بیدار شدیم و گیرم سبز کردیم. باز دوستای عزیزی بود از چالش روز اول میریم چالش روز دوم. قبل از اینکه ادامه ویدیو رو شما ببینین اگر اولین بار به کانال ما میاین ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین، نوتیفیکیشن پهلوش هم بزنین. میریم میخوابیم تا فردا بر چالش روز دوم آماده باشیم. امروز روز دوم چالش است و طبق که شما در روز اول دیدین ما رفتیم تاسکار انجام دادیم و داخل روز آمدیم روی کاغذ تمام شد تیک مارک زدیم. امروز هم همین کار رو انجام میدیم و ما چون امروز یک 15 دقیقه دیرتر بیدار شدم، اول رفتم نماز ادا کردم خدا قبول کنه و بعدش آمدیم براتون ویدیو میگیرم. و تاسکای بعدی ما که از خواندن قرآن کریم است، تفسیر شریف است، یادگیری علوم دینی است، مدیتیشن است، ویدیوهای تقویت و حافظه است که مربوط دکتر انوشه میشه. این تاسکا رو فعلا انجام میدیم و در جریان ما براتون ویدیو هم ان شاء الله میگیرم. اینجا تاسک بعدی ما قرآن کریم بوده، باز کردیم ما یک چند صفحه خواندیم و تاسک بعدیش تفسیر شریف بود که تفسیر نور فروزان است، دیروز هم براتون نشان دادم. اینم مطابقی که مانده بوده خواندیم. کاری رو نداری، اصلا حس و حال هیچ کاری رو نداری. باز آمدم اینجا ویدیوی دکتر انوشه را طوری که من هر روز میبینم امروز دوباره دیدم. امروز در مورد تقویت حافظه و این مسائل ها بود. دارن میتونن خودشان به خودشان رسیدگی بکنن. در سن پیری یکی از اینها را در میابد یا هر دوی اینها را در. و بعدش تاسک بعدی ما یادگیری علوم دینی بود که آمدم ویدیوهای عبدالصمد قاضی زاده رو دیدم که خیلی ویدیوی عالی بود در مورد بعضی از احکام. و اینجا هم کتاب اثر مرکب متواقیشه بار دوم تکرار کردم. دوستا تاسک بعدی ما داشتم به مکتب رفتن. طرف مکتب بود که دو کار انجام ندادیم چون بعضی مشکلات بود، مکتب رفتن نتونستم. اینجا حرکت کردیم طرف مسجد که نماز ظهر خود ادا کنیم. اینجا هم رسیدیم به مسجد، هم از فضای مسجد. اینجا هم نماز ظهر خود ادا کردیم، خداوند قبول کنه. اینجا از مسجد برآمدم طرف شارنو رفتم، در دفتر تجارت های آنلاین کمی کار داشتم. اینجا هم پس از دفتر بیرون شدیم. اینجا هم حرکت کردیم طرف مسجد که نماز عصر خود ادا کنیم. نماز عصر خود ادا کردیم، خدا قبول کنه. بعد از نماز عصر اومدیم در پارک کمی با دوستا صحبت کردیم. اینجا حرکت کردیم پس طرف نماز شام. اینجا نماز شام خود ادا کردیم، خدا قبول کنه. اینجا از مسجد بیرون شدیم و طرف خانه حرکت کردم.
تمام کارهای ما را الحمدلله امروز انجام دادیم و کار باقی مانده ما که بود خواندن نماز خفتن بود که انجام دادیم، ادیت ویدیوها بود انجام دادیم، با تیم هم صحبت کردیم. حال نوبت خواب رسیده. قبل از خواب میخوایم تمام تاسکایی که امروز انجام دادیم روی کاغذ براتون نشان بدم. اینجا آمدیم روی کاغذ. بچه‌ها امروز روز سه‌شنبه تاریخ 2 سرطان است. بیدار شدن 4 صبح انجام دادیم. خواندن قرآن کریم ما انجام دادیم. تفسیر شریف خواندیم. یادگیری علوم دینی بود که خواندیم. روانشناسی و مدیتیشن بود که انجام دادیم. خواندن کتاب اثر مرکب بود که انجام دادیم. ادیت ویدیو یوتیوب بود که انجام دادیم. یک قسمت آماده شدن به مکتب بود که متاسفانه این کار انجام ما ندادیم. رفتن طرف مکتب هم ندادیم. دوشاب سردم گرفتیم. تفریح استراحت کردیم. دنبال کارهای آنلاین هم رفتم. مسائل تجارت ها را عمل کردیم. رسیدگی به مشتریان کردم. صحبت کردم با دوستایم. فضای باز و تفریح هم انجام دادم. ادیت ویدیو یوتیوب 2 ساعت ادیت کردم پی در پی. اینجا صحبت با تیم از طرف شب بود. واتساپ کی کارم انجام دادم. خوابیدن ساعت 10 هم انجام دادم. صبحانه هم خوردم. غذای چاشت هم خوردم. غذای شام هم خوردم. چای کمتر خوردم و خوردن 3 لیتر آبم امروز بود. اینجا چند کار امروز داشتیم؟ 24 کار داشتیم برای انجام دادن. چند تاش انجام دادیم؟ 22 دانه از زیر ما انجام دادیم دوستا. این تکمیل شد. اینجا 5 وقت نماز است که نماز صبح خواندیم. نماز چاشت هم خواندیم. نماز عصر هم اینجا خواندیم. تمام شو براتون پرو میکنم. نماز شام هم ما خواندیم دوستا. الحمدلله. نماز خفتن هم ما خواندیم دوستا. اینا براتون پروش میکنم. و اینجا هم استفاده موبایل از دوستا. موبایل یوزینگ است که امروز 4 ساعت استفاده داشتیم چون براتون ویدیو هم میگرفتم و 2 ساعت پای هم ادیت هم کردم دیگه. اینجا 4 ساعت است، یعنی 4 خانیش باید پر کنیم. هر خانه به معنای 1 ساعت است و 4 ساعت امروز استفاده داشتم. یعنی من 4 ساعت چه براتون پرو میکنم. و اینجا بخش خواب میمونه. ما امشب 5 ساعت دوباره 5 ساعت خواب داشتیم. از بیشتر نمیتونیم دوستا چون مشکلات زیاد است. 5 ساعت امشب هم خوابیدیم. 5 خانه رو براتون پرو میکنم. هر خانه به معنی 1 ساعت است. روز اول براتون تشریح کردم دیگه. خانه 5 خانه را پر کردیم. یه مزی. و اینجا هم هابیت ترکر است، یعنی مینیمم مانی اسپندینگ پوینت، یعنی حد مصرف پول بود که متاسفانه امروز پول زیاد مصرف کردیم. اینجا سرخش میکنیم. مینیمم فون یوزینگ یعنی پوینترین حد استفاده تلفن گیرم سرخ میکنیم چون از 3 ساعت بیشتر شده. و اینجا یکی از کارهای شخصی من بود که ایرم ادامه دادم. من ایره سبزش میکنم. و در این قسمت all 5 time prayer every day 5 وقت نماز بود که الحمدلله او را امروز ما انجام دادیم. اینجا سبزش میکنیم. و waking up 4 am یعنی 4 صبح بیدار شدن هم بود که بله ما 4 صبح هم بیدار شدیم و ایرم انجام دادیم. خب دوستا شما دیدید که امروز ما چی کارا رو انجام دادیم و همه قسم چالش تا 31 روز ما انجام میدیم. امروز روز دوم بود. اگر تو اینجا ویدیو رو دیدی ویدیو رو لایک کن، اولین بار به کانال ما می کانال سابسکرایب کن و دوستانت هم پیشنهاد کن، نوتیفیکیشنش هم بزن تا ویدیوهای بعدی ما هم برات بیاد. بریم بخیر که 4 صبح بیدار شویم و چالش روز سوم ان شاء الله براتون ویدیو میگیرم. سلام بچه‌ها، امیدوارم صحتمند و سرحال باشین. امروز روز سوم چالش 31 روزه ماست و طبق پلانی که داشتیم امروز باید ساعت 4 صبح بیدار می شدیم. 3:41 دقیقه است که ما از خواب بیدار شدیم. تاسک بعدیش که از خواندن نماز صبح است که تا فعلا نخواندیم ولی میریم میخوانیم. و همه قسم تاسکای دیگه است که من براتون ویدیو میگیرم، ان شاء الله بیننده باشین. تاسک بعدی ما خواندن قرآن کریم بود که این تو سپاره 4 قبلا خوانده بودیم. از اینجا دوباره شروع کردم و چند صفحه دیگه هم از قرآن کریم تلاوت کردم. و تاسک بعدیش خواندن تفسیر شریف بود که کتاب تفسیر نور فروزان باز کردم و از ادامه جای قبلی چند صفحه دیگه هم تفسیر قرآن کریم خواندم. و تاسک بعدی ما خواندن کتاب باشگاه 5 صوفیا بود که اولین بار بود کتاب ما میخوانم و بعضی نکاتش اینجا براتون یادداشت کردم، در این صفحه میتونین دیده. اینجا آمدم بعضی نکات مهم کلیدی در مورد موفقیت و انگیزه را برای شما روی کتابچه نوشتم. تاسک بعدی ما صبحانه بود که اینجا گلاس قهوه خوردیم. اینجا آماده شدم برای مکتب دیگه. آمادگی رو گرفتم رفتم طرف مکتب. اینجا پس خانه آمدم بعد از مکتب و دوشاب سرد گرفتم و این ویدیو رو امکان میبینین در مسیر راه هستم میرم به طرف نماز ظهر. بخیر میریم نماز ظهر خدا بخیر ادا میکنیم. اینجا هم داخل مسجد هم از فضای مسجد داری شما میبینین. اینجا آمدیم نماز ظهر خدا ادا کردیم و بعد از رفتم طرف اکادمی و کارهای دیگه من انجام دادم. بعد از اومدم با دوستا اینجا در پارک شدیم و کماتم صحبت کردیم در مسائل روزمره و بعدش آمدیم اینجا نماز عصر خدا هم ادا کردیم.
سلام بچه‌ها، امیدوارم صحتمند و سرحال باشین. امروز موفقانه تمام تاسک‌های ما را از بیدار شدن 4 صبح الا نماز شام تمام شد موفقانه انجام دادیم. نماز عصر خود ادا کردیم. بعد از با دوستان در پارک نشستیم و کم صحبت کردیم و بعد از اومدم به سمت خانه نماز شام خود ادا کردم. غذای شب خوردم و متاسفانه به خاطر مشکلاتی که برای سافت باکس ما پیدا شده بود اون مسائلش محل کردم. وقتم از زیاد گرفته شد، نتونستم ویدیوهای ما ادیت کنم و البته نتونستم با تیمم صحبت کنم. فقط نماز و خفتن خودم ادا کردم. دیگه میریم روی کاغذم براتون نشان میدیم که امروز چی کارهایی را ما انجام دادیم. دست که بیدار شدن 4 صبح بود که بیدار شدیم. خواندن قرآن کریم بود، تفسیر شریف بود، دکتر انوشه بود، علوم دینی از عبدالصمد قاضی زاده بود، کتاب باشگاه پنج صبحیا بود، صبحانه بود، دلیل آمار چینل یوتیوب بود که کارم انجام دادیم. 3 دانه تامنیل هم ساختیم. برای مکتب آماده شدیم، رفتیم طرف مکتب، دوش آب سرد گرفتیم، غذای چاشته خوردیم و رفتیم طرف اکادمی. با دوستای ما هم صحبت کردم، کم تفریح و فضای باز هم داشتیم. ادیت ویدیو متاسفانه که نشد. خوردن غذای شب هم انجام شد. صحبت با تیم هم متاسفانه نشد. خوابیدن ساعت 10 هم انجام شد. سیلی در آب هم ما نتونستیم امروز بخوریم. تفریح هم زیادتر نداشتیم بعد از شام و ضبط ویدیوی روزانه است که مجموعاً ما 23 کار امروز داشتیم که باید انجام میدادیم که از 23 دانه ما 19 دانش انجام دادیم. 4 تا دیگه از رو ما انجام داده نتونستیم. و اینجا هم که است پنج وقت نماز است که نماز صبح خواندیم، چاشت عصر شام و خفتن تماشا خواندیم. استفاده موبایل هم امروز مدت 3 ساعت بود، نسبت به دیروز خوبتر بود و خواب ما متاسفانه امروز 3 ساعت بود. اینجا هم از هابت ترکر ما است که امروز با این درینده مصرف پول نداشتیم، کمتون پول مصرف کردیم متاسفانه و استفاده موبایل بود که خوب بودیم. امروز 3 ساعت بود سبزش میکنیم و یکی از کارهای شخصی ما بود که متاسفانه دیگه هم امروز انجام داده نتونستیم. اینم سرخ میکنم و all 5 time praise every day 5 وقت نماز بود که بله کارم انجام دادیم. waking up 4 am 4 صبح بیدار شدن هم بود که بله امروز 4 صبح ما بیدار شدیم. خب بچه شما خود دیدین که در این ورق ما چه کارهایی را انجام دادیم و تاسک بعدی ما هم خواب شدن ساعت 10 است که حالا حدود ساعت 10 شب است. میریم میخوابیم تا فردا برای اولین تاسک ما که بیدار شدن 4 صبح است آماده باشیم. و این بود از چالش روز سیوم. اگر تو اینجا ویدیو دیدی ویدیو رو لایک کن، اولین بار به کانال رو سابسکرایب کن، نوتیفیکیشنش بزن و به دوستایت هم پیشنهاد کن. و اگر از این چالش ها خوش داری یک کامنت مثبت انگلیسی هم برام ما بدید تا تقویت شویم. پس بریم بخوابیم تا روز چهارم چالش 31 روزه خود آغاز کنیم. سلام بچه‌ها، امیدوارم صحتمند و سرحال باشین. امروز معرخ 4 ماه سرطان بود و متاسفانه نتونستم تمام چیزایی که در پلان داشتم انجام بدم و متاسفانه چون مریض بودم وضعیتم کلا خراب بود، ندانستم براتون از هر کارم ویدیو بگیرم. بنابراین حالا اومدم تمام کارهایی را که انجام دادیم از روی کاغذ براتون ویدیو میگیرم و نشان میدم. شما عذر بنده را پذیرا باشین چون روز 4 معذر لحظه ویدیو گرفتن نتونستم. فقط از روی کاغذ از بیننده باشین که من چی کارهایی را امروز انجام دادم. بچه اینی تمام کارهای ما بیدار شدن 4 صبح نتونستیم. خواندن قرآن، تفسیر، مدیتیشن، روانشناسی، علوم دینی، مکتب و کتاب پنج صبح اینا رو نتونستیم. دیگه رویش تمامش تونستیم. دیگه تمامش اینجا براتون تیک میزنم و صحبت با تیم هم نتونستم. 21 کار و 11 دانش انجام دادم. و اینجا نماز صبح من نخوانده بودم، اینجا سبز کردم اشتباه شده. اینجا هم 1 ساعت از موبایل من امروز استفاده داشتم و خوابم هم 8 ساعت پوره بود. خوب خوابیدم امشب. و اینجا مذهب ترکر ما که امروز متاسفانه مریض بودیم، دوا و چیزا گرفتیم، پول زیاد مصرف شد. استفاده موبایل ما فوق العاده پایین بود، ایره سبزش میکنیم. کارهای شخصیم بود که انجام دادم، ایره هم سبز میکنیم. و 5 وقت نماز بود که ایره هر 5 خوانده نتونستیم، دیگه 4 وقتش خواندیم. ایره سرخ میکنیم، حتی اگه 1 وقتش هم قضا شدی باید سرخ شوه. و 4 صبح هم که ما نتونستیم بیدار شویم ایره میگیریم سرخش میکنیم. دوستان ساعت 10 نزدیک است میریم میخوابیم تا فردا برای ساعت 4 صبح که فردا روز جمعه است ما بیدار شویم. ان شاء الله که فردا بتونیم تمام تاسک‌های ما را انجام بدیم. سلام بچه‌ها، روز پنجم چالش 31 روز از ساعت 4 است بیدار شدیم و رفتیم نماز خدا ادا کردیم، خدا قبول کنه. بعد از اون تاسک بعدی ما خواندن قرآن کریم بود که آمدیم اینجا قرآن کریم هم یک چند صفحه خواندیم، خداوند قبول کنه. بعدش رفتیم چندی از آیات کلام الله مجید تفسیر کردیم و تفسیر نور فروزان خواندیم. و تاسک بعدی ما هم که خواندن کتاب بود، یک چند صفحه از کتاب باشگاه پنج صبحیا هم که تازه 2 روز میشه شروع کردیم، او را یک چند صفحه خواندم
و بعدش صبحانه خوردم و چون روز جمعه بود رفتم یک چند ساعت دیگه دوباره خوابیدم، چون دیروز هم مریض بودم برتان ویدیو گفتم و رفتیم یک دوش گرفتیم و این مسیری هم که میبینین مسیر رفتن طرف مسجد است، میریم نماز جمعه خود ادا کنیم. بچه ها نماز جمعه را ادا کردیم و بعد از نماز جمعه اینجا آمدیم در پارک با دوستا کمی صحبت کردیم. امروز موفقانه تمام کارهای ما را از صبح تا به حال را انجام دادیم تمام شد دیگه، چون واقعا من دیروز مریض بودم و امروز هم هنوز اثرات مریضی بالای ما بود، خوب نشده بودم. امروز هم یک چند ساعت دیگه هم در طول روز خوابیدم و بعد از رفتم طرف نماز جمعه را ادا کردیم، خدا قبول کنه. بعد از او آمدم نان چاش نخورده بودم، نان چاش خوردم و بعد از او بعضی ویدیوهای می ادیت کردم و حالا ما آمدیم در فضای باز یکم تفریح میکنیم و بعد از او میریم بخیر نماز عصر خود ادا میکنیم و بعدش نماز شام و همه قسم کارهایی که برای شب میمونه ان شاء الله براتون ویدیو میگیرم. شما هم یک بار فضا را ببینین. امروز تمام تسکا رو انجام دادیم دوستا، از 4 صبح بیدار شدن و تمام کارهایی که صبح بود انجام دادم، براتون ویدیو گرفتم. بعد از یک خواب چند ساعته داشتم چون دیروز مریض بودم، در ویدیو براتون گفتم دیگه. آره خوبتر شدیم و بعد از او که از خواب بیدار شدم رفتم یک دو آب سرد گرفتم، طرف نماز جمعه رفتم. بعد از نماز جمعه یک کمی هوای باز گرفتم، تفریح گرفتم و کمی کار در خانه داشتم، اون کارهای من انجام دادم و بعد از او کارا دوستا رفتم نماز عصر خود ادا کردم، یک ویدیو هم بر شما گرفتم. بعد از او هم ویدیوهای خود ادیت کردم، آمدم نماز شام خواندم و دوباره ویدیوهای خود ادیت کردم چون ادیتشون خیلی زیاد بود. باز رفتم نماز خفتن خود خواندم، با تیمم صحبت کردم و بعد از اون حالا حدود ساعت شب است بر شما ویدیو میگیرم. بعد از اینجا ان شاء الله میریم و میخوابیم تا فردا که روز شنبه و مورخ 6 سرطان است و روز ششم چالش 31 روزه ما است تا تسکای از تمام شما انجام بدیم. پس بریم از روی کاغذ هم براتون نشان میدیم که امروز ما چی کارایی را انجام دادیم و بعد از اون میریم میخوابیم تا برای دست که اول فردا که بیدار شدن 4 صبح است آماده باشیم. بچه‌ها اینجا هم که میبینید تمام کارا انجام شده، هیچ کار امروز چلی پا نخورده بود، تمام شما انجام دادیم که مجموع 21 کار بود که از 21 کار ما 21 از انجام دادیم. و اینجا هم ده هابیت ترکر ما با اینترنت مصرف پول داشتیم، استفاده موبایل ما کم بود، کار شخصی من انجام دادم و 5 وقت نمازم ادا کردیم و 4 صبح هم بیدار شدیم که تمام کار عالی بود. اینجا نماز صبح 4 تا عصر و خفتن تمام شد خواندیم و 2 ساعت استفاده از موبایل داشتم و حدود 6 ساعت هم خوابیدم که خوابم هم درست شده. خب دوستا شما روی کاغذ هم دیدی بود از روز پنجم چالش ما و یک چالش فوق العاده داریم ان شاء الله تا 31 روز کارا رو ما ادامه میدیم. اگر تا اینجا ویدیو بودی تا روز پنجم بودی تو کانال ما رو سابسکرایب کن، نوتیفیکیشن شیر بزن تا ویدیو بعدی ما رو از دست ندی و پیشنهاد میکنم ادامه ویدیو رو تا انتهاش بیننده باشید چون یک چالش فوق العاده براتون مد نظر گرفتیم. سلام بچه‌ها، امیدوارم صحتمند و از حال باشین. امروز روز ششم چالش 31 روزه ما است. اولین تسکی که بر امروز داشتیم بیدار شدن ساعت 4 صبح بود که موفقانه بیدار شدیم و تسک دومش خواندن نماز صبح بود که کارم انجام دادیم و بعد از یک سلسله تسکایی است که هر روز ما انجام میدیم. شما در روزهای قبل دیدین، امروز هم میریم اون تسکا رو انجام میدیم و براتون از تمام تسکایی که امروز انجام میدیم ویدیو میگیریم. بیننده ویدیو باشین. باز آخر روز میریم از روی کاغذ یک آنالیز میکنیم ببینیم که امروز ما چی کارایی رو انجام دادیم و درصد پیشرفت ما امروز چقدر بوده. پس ادامه ویدیو رو با ما همراه باشین. اینجا تسک ما خواندن قرآن کریم بود، آمدیم یک چند صفحه از آیات قرآن کریم ما اینجا تلاوت کردیم، خدا هم قبول کنه. اینجا هم کتاب تفسیر نور فروزان باز کردم، یک چند از آیات قرآن کریم اینجا تفسیر کردیم، خدا هم قبول کنه. اینجا شروع کردم به خواندن کتاب باشگاه پنسیبیا، این روز سیامش است دیگه که در 15 صفحه از کتابم خواندیم چون این کتاب خیلی عالی است. اینجا مضمون مکتب باز کردم، تفسیر شریف چون امتحاناتم نزدیک است اینا رو باید میخواندم. اینجا طرف مکتب آماده شدم، اینجا از مکتب آماده بودم دیگه پس حرکت کردم طرف نماز ظهر بخیر، مسیر مسجد است و اینجا رفت نماز خواندیم و بعدش آمدیم طرف کورس رفتم. بعد از کورس آمدیم اینجا در پارک چند لحظه ششتیم با دوستا صحبت کردیم و بعد از این بخیر نماز عصر خود ادا کردم. بعد از نماز عصر مقسم نماز شام و مطابقی تسکایی که داشتیم.
خانه تمام کارهای ما رو انجام دادیم. 4 صبح بیدار شدیم، دستگاه خواندن قرآن کریم، کتاب، مدیتیشن، تمام اینا رو انجام دادم. آمادگی طرف مکتب بود، رفتم مکتب. پس آمدیم یک دو شاب سرد گرفتم، بعد از او نماز ظهر خواندم و بعد از او رفتم طرف اکادمی و درس و اینا رو تمام کردم. بعد از او تو یک کمی در پارک تفریح کردیم، با بچهای دیگه صحبت کردیم، بچهای تیم. و بعد از او با بچه نماز عصر خدا ادا کردیم و بعد از او آمدم طرف خانه و کمتم ادیت و از کارهای دیگه داشتم، اونا رو انجام دادم. بعد از اون نماز شام خدا ادا کردم، بعد از اون غذای شب خوردم و همه قسم دوباره ادیت کردم، چون واقعا ادیت ویدیو کار آسان نیست، خیلی وقت نیاز داره. دوباره ادیت کردم. بعد از اون روز با تیم جلسه نداشتیم چون جلسات فعلا تمام شده، چند روز وقفه داره. و بعضی کارهای دیگه در خانه داشتم، اونا رو انجام دادم. حالا اومدم براتون ویدیو میگیرم. قبل از اینکه بریم بخوابیم میریم از روی کاغذم براتون نشون میدم که چی کارهایی رو ما انجام دادیم امروز. پس بریم از روی کاغذم ببینیم. این از روی کاغذ بچه‌ها اینجا بیدار شدن، صبح نماز تمام و تسکای ما رو انجام دادیم. فقط طرف سمینار باید صبح میرفتیم که نرفتیم، متاسفانه با تیم صحبت نکردیم و با مشتریام رسیدگی کردن ندانستم. که مجموع 23 کار بود که 20 دانش موفقانه انجام دادیم. اینجا نماز صبح، چاشت، عصر، شام و خفتن تمام شد. کردیم خدا قبول کنه. این قسمت هم استفاده موبایل 2 ساعت بود و خواب ما هم که اینجا است تقریبا 6 7 ساعت ما خوابیدیم که خواب خوبی هم امروز داشتیم. و بعد از اونجا حبت شکر است که پایین‌ترین عدد مصرف پول داشتیم، پایین‌ترین استفاده موبایل بود، یک کار شخصیم بود و همه قسم پایین وقت نماز و بیدار شدن 4 صبح. خب دوستان عزیز، شما دیدین که ما امروز چی کار رو انجام دادیم و الحمدلله موفقانه خیلی هم امروز عالی عمل کردیم و حالا میریم خواب میشیم تا فردا 4 صبح بیدار شیم و اولین تاسک روز هفتم 41 روزی ما رو به خوبی آغاز کنیم. اگر تو اینجا ویدیو بودی تا روز ششم بودی، ویدیو رو لایک کن. اگر اولین بار به کانال سابسکرایب کن، نوتیفیکیشنش هم بزن و به دوستایت هم پیشنهاد کن. اگر از چالش ها خوشت میاد در قسمت کامنت ها بنویس که من چالش دوست دارم تو که همه قسم چالش های بیشتری بر تو آپلود کنم. پس بریم به روز هفتم آماده شیم. بخیر. سلام بچه‌ها، صبح بخیر. امید خوب صحتمند و سرحال باشین. موفقانه امروز تقریبا روز هفتم چالش است، یعنی 7 روز میشه که ما این چالش ادامه میدیم. الحمدلله خیلی خوب پیش اومدیم، از این به بعد هم پیش میریم. امروز اولین تاسک ما بر روز هفتمی بود که ساعت 4 بیدار شدیم که بیدار شدیم. بعدش باید نماز ما رو بخونیم که نماز ما الحمدلله خواندیم. بعد از او امروز با روزهای قبل متفاوت است، چرا که امتحانات نزدیک شد و کلا اسکیجول براتون تغییر دادم. اما اسکیجول همون مثلا تایمینگ نماز و هابیت ترکر است، ولی فقط همون کارهایی را که در روزمره تسکایی که داشتم تغییر دادم. باید مثلا بیشتر تمرکزم روی ادیت باشه که ویدیوهای تکمیل شه و اینکه کتابای مکتب ما بخونم تا که به امتحانات آماده باشم. پس میبینیم که امروز چه تسکایی مد نظر داریم و چه کارهایی را انجام میدیم. بچه‌ها اینجا تاسک ما بود که بریم کتاب مکتب بخونیم و به خاطر امتحانات کتاب تفسیر شریف باز کردم، کتابچه آوردم و شروع کردم بخوندن. اون نکات مهمش هم با هایلایتر یادداشت کردم و حتی جایی که بوده تمامش هم خواندم و بعدش نکات مهمش هم یادداشت کردم. اینجا ما داشتیم رفتیم طرف مکتب. از اینجا مکتب خلاص شدیم اومدیم بچه‌ها خانه دوش هم گرفتیم و غذا هم خوردیم. اونجا اومدم دفتر استاد شهرام. دفتر استاد شهرام وفایی است. سلام بچه‌ها، امید جور صحتمند و سرحال باشین. امروز روز هفتم 41 روزی ما بود که الحمدلله موفقانه امروز کارهای زیادی انجام دادیم. واقعیتش امروز کار خیلی زیاد بود و نتونستم نظر لحظه براتون ویدیو بگیرم چون ویدیو هم طولانی میشه، شما خسته کن میشه براتون. اما تو میایم به طور خلاصه براتون کارا رو تشریح میدم و از روی کاغذم براتون تیک میزنم. امروز 4 صبح بیدار شدیم، نماز خواندیم. مثلا زیاد امروز تمرکز بالا کتاب مکتب داشتیم، تمامش هم کردیم تا که به امتحانات نزدیک است آمادگی داشته باشیم. بعد از اون رفتم طرف مکتب، از مکتب پاس آمدم یک دوش گرفتم، صبحانه اینا خوردم. استاد شهرام وفایی یک کلیپی رو به نشر رسانده بود که به یک عدد افراد نیاز داشتن بعضی توانایی‌ها رو باید داشته باشن که من دیدم توانایی‌ها رو دارم و اونجا من درخواست داده بودم. اونا درخواست من رو پذیرفتن و آدرس برای من فرستادن. رفتم به دفترشون و 2 ساعتای حدود 2 الی 3 من اونجا بودم، همراهشون صحبت کردم و بعد از اینکه همراه استاد شهرام صحبت کردم و تمام شد از اونجا بیرون شدم و رفتم به سمت مرکز تجارتی داوودزی. اونجا بعضی کارها داشتم و فراموش نشه که نماز ظهر ادا کردم. اما قسم نماز عصر هم ادا کردیم و بعد از نماز عصر من خانه آمدم. ساعتای 6 و نیم 7 بود. واقعا چون خسته بودم خیلی راه پیاده هم رفته بودم، مرا خوابم برد و حدود ساعت 9 من بیدار شدم و چون غذا نخورده بودم نماز شام خود قضا شد، نماز خفتن خود ادا کردم. حالا اومدم براتون ویدیو میگیرم. هنوز 10 بجه نشده دیگه، قرار است بریم بخوابیم تا برای تاسک فردا که بیدار شدن 4 صبح آماده باشیم.
قبل از اون میریم از روی کاغذ هم براتون نشان میدیم ببینید که چی کارایی رو امروز ما انجام دادیم. بچه اینجا از روی کاغذ میبینید تمام کارا رو انجام دادیم، فقط نماز شام متاسفانه خواندن نتونستیم دیگه. کار انجام شد که مجموع 16 کار بود که 15ش انجام دادیم. بچه اینجا تمام نمازها رو خوانده بودیم جز نماز شام یک سرخ کردیم دیگه چی خوانده بودیم. بعد 2 ساعت از موبایل استفاده کردم و خوابم هم 3 ساعت بود در شب. متاسفانه و اینجا هم مصرف پول کم بود، استفاده موبایل کم بود، کار شخصی من انجام دادم و 4 وقت نماز خوانده بودیم سرخش میکنیم و بیدار شدن 4 صبح هم سبز میکنیم. خب دوستا شما دیدین که امروز ما چی کارایی رو انجام دادیم. از روی کاغذ تمام شو براتون نشان دادم دیگه. بدون کدام معطلی میریم و استراحت میکنیم تا فردا برای از کمال ما بیدار شدن آماده باشیم و توقع کارا رو ان شاء الله میمونیم برای فردا. سلام بچه‌ها، امیدوارم صحتمند و سرحال باشین. فعلا ساعت 4 صبح است. امروز روز 8 چالی 31 روزی ماست. ما بیدار شدیم، اولین تسک ما بیدار شدن بود که بیدار شدیم. بعد از او میریم نماز خود ادا میکنیم، انشالله هنوز ادا نکردیم. و بعد از او تمام دستگاه تغییر خورده. دستگاه ما فقط یک دستگاه داریم که خواندن کتاب است، کتاب مکتب، چون امتحانات نزدیکه میریم اون کار انجام میدیم. بعد از او آمادگی میگیریم که اگر شد طرف مکتب میریم و بعد از او تمام دستگاه دیگه هم که اگر باشه در جریان روز براتون ویدیو میگیرم و بعد از او شب باز براتون ویدیو میگیرم و براتون آنالیز میکنم که چی کارایی را از روی کاغذ چی کارایی را انجام دادیم، چی کارایی را انجام ندادیم. تا اونجا ان شاء الله در شب باز براتون اطلاع میدم. پس تا ویدیو رو بیننده باشین. اینجا آمدیم تسک بعدی خود انجام دادیم. خواندن کتاب مکتب بود. کتاب مکتب باز کردم تا جایی که نیاز بود اونجا خواندم و یادداشتم گرفتم. اینجا مکتب رفتن نتونستیم دیگه. بعد از مکتب از میریم طرف مسجد که نماز رو خدا بخیر ادا کنیم. این از فضای مسجد است دیگه. بعد از این بخیر اینجا آمدیم و در قسمت هم نماز خدا ادا کردیم، خدا آن قبول کنه. اینجا مسجد برآمدم رفتم طرف اکادمی درس خواندم. روز 8 چالش موفقانه زیادی از کارهای را انجام دادیم ولی یک سلسله کارها را انجام داده ندانستیم. فردا ما بیدار شدیم، نماز خواندیم، کتاب هم خواندیم. بعد از اون چون واقعا روز گذشته چون رفته بودم نزد استاد شهرام خیلی مسیر بود، از اون سمت پیاده آمدم و خیلی راه پیاده آمدم و جدا از اون خیلی کارهای دیگه هم داشتم، خسته شده بودم. رفتم خوابیدم و مکتب رفتن نتونستم. بعد از که بیدار شدم رفتم یک دوش آب سرد گرفتم، نماز ظهر خود ادا کردم و مقسم به ترتیب رفتم به طرف اکادمی. بعد از اکادمی که بیرون شدم با بچه‌ها صحبت کردم طبق معمول. از اون نماز عصر و نماز شام ادا کردم. بعد از او کمی بیرون کار داشتم، دیرتر به خانه آمدم و مقسم به غذای شب خوردم و بعضی کارهای دیگه که داشتم دوباره کتاب خواندم. بعد از اون آمدم براتون ویدیو ضبط میکنم دیگه. بعد از ویدیو ساعت 10 باید بریم بخوابیم تا برای 4 صبح آماده باشیم و بیدار شیم. ان شاء الله کارا رو هم انجام میدم و بریم از روی کاغذم یک بار براتون نشان بدم که امروز در طول روز ما چی کارایی رو انجام دادم. اینجا از روی کاغذ بچه‌ها تمام تسکار انجام دادیم، فقط آمادگی مکتب رفتن مکتب نتونستیم رفته دیگه. تمامش انجام دادیم که مجموع 15 کار بود که 15 دانش ما انجام دادیم. این قسمت هم این وقت نماز که ادا کردیم و استفاده موبایل امروز 3 ساعت بود متاسفانه و خواب ما حدود 6 ساعت بود. اینجا ما به ترکر مصرف پول کم بود، هم قسم تمام چیزا روز موفقانه انجام دادیم. خب بچه‌ها شما دیدین که از روی کاغذ ما چی کارایی رو انجام داده بودیم. واقعا خوب بود امروز، گرچه که بعضی از کار انجام داده نتونستیم ولی خوب بود. نماز ادا شد، کارهایی که بود تمامش تکمیل شد الحمدلله. دیگه هم بریم آماده شیم برای فردا. اگر تا اینجا ویدیو رو لایک کن، اولین برای کانال سابسکرایب کن و دوستایت هم پیشنهاد کن، نوتیفیکیشن شم بزن تا ویدیو بعدی ما رو از دست ندی. پس بریم روز 9 چالش هم آماده باشیم. سلام بچه‌ها، امیدوارم صحتمند و سرحال باشین. امروز روز 9 بود و فوق العاده تمام کار انجام شد. بابت از اینکه در جریان روز نمیتونم براتون ویدیو بگیرم، مشکلی هست که یکی برقا نمی باشه، تلفنم چارج نمی داشته باشه و دوم اینی که از طرف صبح زمانی من بیدار میشم اصلا برق نیست و من نمیتونم مثلا بیام لایتا را روشن کنم و برای شما ویدیو بگیرم و چون تاریکی نمیشه ویدیو گرفت و خاطر من در جریان روز ویدیو نمیگیرم. یکی چند روز انشالله برقا جور میشه و دوم اینی که میریم از روی کاغذ هم براتون نشان میدم امروز ما چی کارایی رو انجام دادیم و چقدر پیشرفت داشتیم. تمامش از روی کاغذ ببینید. اینجا من تمام تسکار از روی کاغذ براتون نشان بدیم. میخوانم قرآن کریم و طرف مکتب رفتن نبود دیگه، تمام کار انجام شد. اینجا از نمازهای ما 5 وقت 3 ساعت موبایل و 6 ساعت 7 ساعت خوابم. اینجا هم دیگه تمام تسکایی که به ترکر داریم هم انجام دادیم. خب دوستا شما دیدین که امروز ما چی کارایی رو انجام دادیم. موفقانه خیلی خوب امروز عمل کردیم. این بود از تمام کارهایی که امروز انجام دادیم. اگر تا اینجا ویدیو بدین لایک کنین، ویدیو رو سابسکرایب کنین، نوتیفیکیشن چم بزنین
و میریم بخیر خواب میشیم تا برای فردا آماده شویم، 4 صبح بیدار شویم و دستگاه فردا رو ان شاء الله انجام بدیم. سلام بچه‌ها، میجور صدمند و سرحال باشین. امروز روز 10 چالش است. بالاخره فرض کنین ما یک بر سیوم سه چالش ما رو انجام دادیم. امروز روز 10 بود. 10 کارا و دستگاه انجام شد، ولی دوباره بابت نبود برق و مشکلاتی که اصلا تونستم از جریان روز براتون ویدیو بگیرم. ولی حالا میریم از روی کاغذ میبینیم چی کارهایی رو ما امروز انجام دادیم و چی لول مثلا پیشرفتایی رو ما امروز داشتیم. همش از روی کاغذ میبینیم و میریم برای ادامه چالش. بچه‌ها هم از روی کاغذ متاسفانه صبح بیدار نشده بودیم و زیادی کارهای ما باقی ماند که مجموعه 20 کار بود که ما 300 تاش انجام دادیم. از نمازهای ما یک نماز صبح نخواندیم، دیگه ایشا خواندیم، 2 ساعت استفاده موبایل، 6 ساعت خواب. اینجا هم دیگه زیادی از اینا سرخ شد چون موقع صبح بیدار نشدیم و اینقدر کارا پس ماند. بسیار رول داره. دوستا شما دیدین که ما امروز چه کارهایی رو انجام دادیم، چه چالشایی رو انجام دادیم. فوق العاده امروز دستگاه عالی انجام دادیم و حالا حدود نزدیکای ساعت 10 میخوایم تا فردا 4 صبح بیدار شیم. دوستان ما 4 صبح بیدار میشیم، ولی مشکلی است که برق نمیشه، نمیتونم از لایت ها استفاده کنم تا با شما ویدیو بگیرم و اون خاطر نمیشه دیگه. حالا امروز تمام تاسکا رو انجام دادیم و میخوایم تا فردا 4 صبح بیدار شیم. اگر فردا احیانا برق بود خب ان شاء الله 100% براتون از صبح وقتم ویدیو میگیرم و ادامه چالش هم میبینیم. اگر تا اینجا ویدیو بدین یک لایک کنین، سابسکرایب کنین، ادامه چالش هم با ما بیننده باشین. سلام بچه‌ها، میجور صدمند و سرحال باشین. امروز روز 11 چالش 31 روزی ماست. موفقانه تمام کارهای ما رو امروز انجام دادیم و از این به بعد براتون طول روز ویدیو نمیگیرم، چرا که ویدیو طولانی میشه، براتون خسته کننده میشه و نمیتونین ویدیو رو ببینین. اما تو خلاص میام از روی ورق براتون نشان میدم که چه قسم است و چه کارهایی رو ما انجام دادیم. تمامش از روی کاغذ براتون نشان میدم و امروز هم میریم از روی کاغذ از روی ورق هم ببینید دوستا تمام کارهایی که بود ما انجامشان دادیم و بعضیایش که نشده دیگه واره شما ببخشید. 12 کار انجام دادیم، به 5 وقت نماز ما رسیدگی کردیم، 1 ساعت موبایل استفاده کردیم و 8 ساعت مکمل خوابیدیم و این قسمت هم 4 صبح بیدار شدیم، 5 وقت نماز هم خواندیم و کار شخصی رو انجام دادم. استفاده موبایل و پیسه هم کم بوده. ما دیدیم که امروز ما چی کارا رو از روی کاغذ انجام دادیم. امروز کار ما فوق العاده خوب بود. میریم میخوابیم تا برای فردا که روز 12 است آماده باشیم. سلام بچه‌ها، میجور صدمند سرحال باشیم. امروز روز 12 چالش ما است و امروز فوق العاده کارا رو خوبتر انجام دادیم. از دیروز امروز بهترتر بودیم و واقعا امروز خسته هم شده بودم. بنابراین در طول روز براتون طوری گفتم ویدیو نمیگیرم، فقط از روی کاغذ نول میرم براتون نشان میدم چه کارهایی رو انجام دادیم و چقدر پیشرفت داشتیم و بعد از اون میریم ادامه چالش. اینجا هم دیگه کارا انجام شده دوستا، بعضیش که انجام نشده شما ببخشید که مجموعه 16 کار 11 تاش انجام دادیم. نماز صبح و 5 وقت دیگه فقط عصر و شام نخوانیم، 1 ساعت موبایل بود و 7 ساعت هم ما خوابیدیم و اینجا هم استفاده پیسه کم، موبایل هم کم بود و کار شخصی ما همراه بیدار شدن 4 صبح ما انجام داده نتونستیم. بچه‌ها شما دیدین که ما در روز 12 چه کارو انجام دادیم. امروز هم فوق العاده خوب بودیم. میریم آماده میشیم، میخوایم تا برای دستگاه فردا آماده باشیم. بخیر اگر تا اینجا ویدیو بدین ویدیو رو لایک کنین و ما رو به کانال بیاین، سابسکرایب کنین، نوتیفیکیشنش بزنین. سلام بچه‌ها، میجور صدمند سرحال باشیم. امروز روز 13 چالش 31 روزی ماست و امروز فوق العاده زیادی از کارهای ما رو انجام دادیم و بعضی‌هاش هم که انجام ندادیم دیگه شما بزرگیتون ببخشید و مثل طوری گفته بودم میریم امروز تمامش از روی کاغذ براتون نشان میدیم. ببینید شما امروز چه کار انجام دادیم. دوستا دیگه اینجا تمام کار انجام شد. اونایی که سرخست داره دیگه انجام ندادیم که مجموعه 14 کار بود که 12 تاش انجام دادیم. اینجا نماز صبح و گفتن خواندن نتونستیم، 1 ساعت موبایل استفاده کردیم و حدود 8 ساعت هم خوابیدیم و اینجا هم پیسه مصرفش کم بود همراه تلفن و این 3 دانه دیگه سرخ. خب دوستا شما دیدین که امروز ما چی کارایی رو انجام دادیم، واقعا خوب بودیم و بعضی کارهایی هم که انجام نشده که شما بزرگیتان ببخشید بود. از روز 13 چالش ما میریم آماده میشیم تا برای فردا 4 صبح آماده باشیم و بیدار شیم و تاسکای روز 14 هم ان شاء الله انجام بدیم. سلام بچه‌ها، میجور صدمند سرحال باشیم. روز 14 از طول روز هیچ براتون ویدیو نگرفتم و تاسکای هم که انجام دادیم میریم از روی کاغذ براتون نشون میدم. ویدیو رو میخوام از بعد کوتاه‌تر بسازم چون در روز اول وقت ویدیو طولانی بود و ما خسته کن میشه براتون. از بعد چه کوتاه‌تر براتون ویدیو ضبط میکنم. میریم از روی کاغذ میبینیم امروز چه کاری رو انجام دادیم و چقدر پیشرفت داشتیم. بچه‌ها اینجا هم دیگه تمام کارا رو انجام دادیم. بعضی‌هاش دیگه از صبح وقت بیدار نشدیم، اینا سرخ است که 17 کار ما 12 دانش انجام دادیم. نماز صبح بیدار نشدیم، عصر تا خفتن خواندیم، 1 ساعت استفاده کردیم و 8 ساعت هم خوابیدیم و اینجا هم استفاده پیسه و موبایل کم بوده ولی 3 دانه دیگه کار شخصی ما بیدار شدن از صبح و اینا سرخ است.
خب دوستا شما دیدین که ما امروز چقدر پیشرفت داشتیم، چی کارا رو انجام دادیم. بود از کارهای امروز موفق العاده خوب بودیم. اگه تا اینجا ویدیو ببینید نظراتتون رو بگین که 14 روز گذشته که 2 هفته میشه ما چی کارا انجام دادیم، ما خوب بودیم، بد بودیم یا نبودیم. و امروز هم باید آمادگی بگیریم چون فردا اولین روز امتحانات است دیگه. باید آماده زود باشیم و میخوایم درس‌ها رو بخونیم بخیر دیگه. میریم آماده میشیم تا برای دستگاه فردا ان شاء الله آماده باشیم. اگر تا اینجا ویدیو بدین ویدیو رو لایک کنین و این بار به کانال رو سابسکرایب کنین، نوتیفیکیشن شب بزنین. پس بریم ادامه چالش. دوستا از اینجا به بعد دیگه نظر به خاطر امتحان مکتب و نمود و برق از روی کاغذ تناورتون کارا رو انجام میدم که امروز فوق العاده خوب بودیم. اینجا شما میبینین که تمامش سبز است الحمدلله. روز 16 از دوستا و بازم به خاطر نبود برق امتحانا نتونستم براتون ویدیو بگیرم و تمام کارهای ما رو اینجا طوری که میبینین انجام دادیم. روز 17 از صبح بعضی کارا رو انجام دادن نتونستیم. صبح بیدار نشدیم و از 15 کار ما با 10 دانش انجام دادیم و متوقع کارا رو در تصویر میبینین. به خاطر نبود برق امتحانام نتونستم براتون ویدیو بگیرم و همینجا هم شما میبینین که تمام کارهای ما رو انجام دادیم، فقط بعضی‌های سرخ است انجام ندادیم. روز 18 است و بازم به خاطر نبود برق تنها از روی کاغذ براتون ویدیو گرفتیم. 17 کار 17 انجام دادیم و 8 ساعت هم خوابیدیم. فوق العاده امروز خوب بودیم و تمام کارهای ما الحمدلله سبز است. روز 19 شده دوستا و تقریبا چالش رو به پایان است و زیادی کارا رو امروز انجام دادن تونستیم، 11 انجام دادیم. از 15 تا متوقع هم شما در تصویر میبینین که چی کارایی رو انجام دادیم، چی کارایی رو انجام ندادیم و اینجا هم دیگه تمام سبز است. فقط دادانه که بیدار شدن اینا سرخ است. و روز 20 از دوستا بازم برق نبود و نتونستیم براتون ویدیو بگیریم. متوقع کارا رو هم از روی کاغذ شما دیدن میتونین که تمامش امروز الحمدلله سبز است. روز 21 دوستا دیگه تمام کارا رو انجام دادیم. 16 دانه رو 16 تاش انجام دادیم. روز فوق‌العاده‌ترین روزای چالش بوده میتونه که خیلی خوب عمل کردیم. اینجا خودتون میبینید که تمام چیز سبز است. روز 22 مالی بود دوستا. اینجا طوری که میبینید بعضی کارا رو انجام دادن نتونستیم، 12 تاش انجام دادیم. اما صبح نخوندیم ولی دیگه نمازا رو خواندیم و 8 ساعت هم خوابیدیم که اینجا بعضی سرخ است و متوقع سبز است که خیلی عالی هم امروز عمل کردیم. روز 23 دوستا که اینجا هم چالش خوب بوده، تمامش انجام دادیم و چیزایی روی تصویر میبینین این کارا رو انجام دادیم و خیلی خوب بودیم و اینجا هم دیگه تمامش سبز است. روز 24 دوستا تمام کارا خیلی خوب انجام شد. این قسمت هم که میبینین تمام سبز است، خیلی خوب عمل کردیم. امروز یک از فوق العاده ترین روزش بود. روز 25 است دوستا تمام کارا رو انجام دادیم و امروز فوق العاده بودیم. تمام چیزای ما سبز است و یک از روزای عالی چالش بوده میتونه خیلی عالی عمل کردیم. روز 26 شد دوستا، چیزی نمونده چالش خلاص شد و تمام کارا رو فوق العاده انجام داده روان هستیم. امروز هم یکی از روزهای عالیش بود، تمامش الحمدلله سبز بود. روز 27 دوستا و تمام چیزا رو امروز دوباره انجام دادیم، الحمدلله خیلی خوب عمل کردیم. فقط نماز صبح و چاشت نخوندیم ولی دیگه کارای ما رو تمامش الحمدلله انجام دادیم. در شما میبینید اینجا تمام سبز است، فقط دو دانه سرخ میباشه. روز 28 است خیلی خوب درست 3 روز به چالش مانده که تمام شود. اینجا نماز صبح نخوندیم چون دیر خوابی به خاطر امتحان میکنیم و دیگه تمام کارا رو الحمدلله انجام دادیم. روز 29 است دوستا و یک از روزهای عالی چالش بوده میتونه خیلی خوب عمل کردیم، تمام کارا رو انجام دادیم. روز 30 دوستان امتحانات تمام شد دیگه. اینجا آمدیم و یک ذره بازی گوشی کردیم و رفتیم تلفن هم استفاده کردیم و نمازهای ما رو هم صحیح نخوندیم و زیاد خواب هم شدیم. گفتیم برو تفریح شو ولی از تفریح هم گذشت، خیلی اشتباه کردیم. روز 31 هم دوستا خوب نبود، خیلی خراب بود به خاطر که امتحانا نبود و من خواستم تفریح کنم و زیادی کارهای من متاسفانه انجام دادن نتونستم، شما ببخشین. و از روز آخر چالش بود. سلام دوستای عزیز، امیدوارم صحتمند و سرحال باشین. خوش آمدین با آخرین ویدیوی چالش. موفقانه تبریک دیدین. 31 روز مکمل ما تمام کارهایی را که بود انجام دادیم. گرچند که بعضی‌هاش ویدیو براتون نگرفتم ولی به خاطر از اینکه نبود برق بود، امتحاناتم در جریان بود و در پهلوی از اونا فرصت کافی برای من نمیمون چون خیلی کارا بود از روی ورق شما دیدین که باید من انجام میدادم و می ضبط ویدیو در طول روز برای ما وقت نمیمون. شما از او بابت مرا ببخشین و از این بابتم که چالش دیگه امروز تمام شد و براتون امروز میگم که در 31 روز ما چی کردیم. خب چالش چی به درد ما میخوره. این دوره خیلی خوب گفته شده. اولا اینجا که خواب ما بوده، اوایل 5 ساعت بوده، 3 ساعت بوده، ولی از روز 10 که به بعد الا روز 25 یعنی 15 روز مکمل ما حدود 8 ساعت خوابیدیم و در پهلوی از اون خواب ما خیلی نورمال شده. یکی از فواید چالش همین بود. فواید دیگه چی بود که استفاده موبایل ما با حتی روز 1 ساعت رسیده.
1 ساعت، یعنی ما در روز کمتر از 1 ساعت بوده تا 10 دقیقه هم استفاده از موبایل نداشتیم. و یکی هم خوبی که داشته بابت نمازها بوده که نمازهای ما فوق العاده خیلی خوب انجام دادیم، خیلی خوب نمازهای ما ادا کردیم. در ورق دوم که یک کار شخصی داشتم که کار شخصی من فوق العاده ما خوب بوده، فوق العاده خوب بوده. و در پلوی از اونا استفاده پول بود که این هم خیلی خوب بوده، جز 5-6 روزی که ما پول بیشتر مصرف کردیم، دیگه تمام روزا عالی بوده. استفاده موبایلم اینجا عالی بوده و یکی بیدار شدن 4 صبح خیلی تقویت شده و حالا خیلی ساده میتونم 4 صبح بیدار شم. و یکی 5 وقت نماز اینجا یادآوری شده. 5 وقت نمازم از این چالش دوستان ما همه قدر مزایا را گرفتیم، همه قدر فایده را گرفتیم که فایده خیلی کمی نیست و هر کسی کار انجام دادن نمیتونه. پس به خودتان افتخار کنین. اگر شما میخواین همچین چالش‌ها رو شروع کنین و سرش کار کنین، شروع کنین انجام بده. خیلی چالش‌های عالی است و خوشحال هستم که تا اینجا ویدیو رو دیدی. اگر تا اینجا ویدیو بودی ویدیو رو لایک کن و دوستایتان به اشتراک بند تا اونها از این چالش می چالش ببینن و از این برای خود یک چالش بسازن و خودشون در زندگی خودم پیاده کنن. و اولین بار به کانالم اومدی، اولین بار مرا میبینی، سابسکرایب کن، نوتیفیکیشنش هم بزن و سپاسگزار هستم از تو که تا آخر ویدیو بیننده بودی.